عده اصلا عاشق این شغلن، دیوونه این شغلن، دوست دارن وارد این شغل بشن. چرا اونا رو خسته کنم؟ چرا به هم بریزم اونا رو؟ آقا این شغلم اگر بدی داره خوبی هم داره. من و شما فقط پشت این فرمون حالمون عالیه، فقط اینجا حالمون خوبه. پس چرا همش از بدیاش بگیم؟ من نگفتم فلان شلوار رو نپوش، من نگفتم فلان کار نکن، فلان جا نخواب. هر جوری که خود شخص و دیگران دوست دارن زندگی کنن، اما شأن و شخصیت این شغل رو ببریم بالا. جوانی که میره خواستگاری میفهمن راننده است بیرونش میکنن، به من بر میخوره. من دوست ندارم همه فکر کنن راننده ها همه داغون و کثیف و عملی هن. نه، یه بره از زمان یه اشخاصی بودن. الان دیگه جو اینجور نیست. همه خوشتیپن، خوشروان، میگن، میخندن، انرژی مثبت دارن، ماشیناشون تمیزه، حالشون خوبه. مردم این جامعه راننده اونی نیست که شما همش فکر میکنید یا صدا سیمای ما نشون میده. راننده فلانیه 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 فلانیه. شأن و شخصیت مسعود رفیعی رو ببینید. ماشین خوشگل و تمیز علی کلهر، شأن صحبت کردن امیر آزاد و خیلی از بچهای دیگه. اینا باعث افتخارن، آدم لذت میبره، آدم کیف میکنه. مگه اینا بدن؟